سلام، وقت همگی بخیر. خیلی از دوستان و عزیزان سوال میکنن که جرمگیری آیا کار مفیدیه یا به دندان ضرر میرسونه. خیلی از افراد هستن که بزاقشون جرمسازه و نیاز به جرمگیری پریودیک دارن. یعنی چی؟ بعضی سالانه باید انجام بدن، بستگی به میزان جرمیه که توی دندان ها و توی دهان و پشت دندان ها می نشینه. این کار باعث بهداشت دهان میشه و بسیار مفیده. منتها اینکه چه پریودی و چه زمانی باید این کار انجام بشه یا نشه، این طبق نظر پزشک تعیین میشه. این کار اگر نیاز باشه باید انجام بشه و مفیده، اگر هم که نیاز نباشه اصلا نباید انجام بشه و مضره. و اینکه دوستانی که میخوان این اطلاع رو به دست بیارن حتما باید با یه پزشک مشورت کنن و ویزیت یه پزشک بشن که ایشون نظر بدن در مورد انجام یا عدم انجام جرمگیری.